ریختم روش، خواستم یه ریختم توش، کار نده. سلام برابچه، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید. من فری هستم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم سراغ عجیب ترین و بهتره بگم مثبت 18 سال ترین چیزایی که من تا الان شنیدم. سلام پسری هستم 16 ساله. من میرم ژله میخرم از مغازه، بعدش درستش میکنم و میذارم توی یخچال. روش ژله بعد وسطشو گرد برش میدم و میذارم توش، عقب جلو میکنم. خیلی حال میده. یا خدا، استغفرالله. در جا ارضا میشم و بعدش به خاطر اینکه پولم حیف نشه ژله رو میخورم. What the fuck؟ پسر پولت جخ میخوای حیف نشه بخم میخوره. حاجی اینا اوضاعشون خرابه. 16 سالشم هست ولی تا حالا هم چیکاری خودم نکردم. حاجی واقعا برات متاسفم. 16 ساله عزیز. سلام دختر هستم 16 ساله. من به شدت فتیش شاشیدن تو جاها رو دارم. برای همین هر وقت میرم مهمونی مخفیانه پشت مبلشون یا پردهشون میشاشم. حاجی من دیگه فک و فامیل دعوت نمی کنم خونم. ما من بودیم. یا خدا، یه بار فهمیدم مبل خیس شده ولی فکر کردم بچه‌شون شاشیده، ولی اون من بودم. آب زیاد میخورم و خونه دستشویی نمیرم تا اونجا، یعنی اونجایی که مهمونی هستم. وقتی مهمون حواسش نیست با دل سیر بشاشم. بعضی موقع خونه خودمون هم میشاشم ولی خونه مهمون هیجانی تره. میرم خونه فامیل میشاشم. وای خدای من، وای خیلی آدم کثیفی هستی. من بهت اعتماد کردم میشور. دخترم 22 سالم، کار نده. من نامزدم خواستیم. بعد تو این احساس دیده بودم اگه با روغن ترمز واژن تو بمالی موقع درد نمیکنه دیگه. خلاصه روغن ترمز خریدم، ریختم روش. خواستم یه ریختم توش، کار نده. ریختم روش. الان سوزش زیادی گرفتم و عفونت هم کرده. عزیز بین چه عقل همه دارن چیزی هیچکی باور نمیکنه. روغن ترمز خنگ بازی در نیار. سلام پسرم 19 سالم. من مامان بزرگم آلزایمر داره، افتخار 58 سالش هم هست دیگه. هر یه ماه خونه یه بچهشه. این ماه هم خونه ماه. میگم به نظرت اگه بهش تجاوز کنم چیزی میفهمه؟ به کسی چیزی میگه؟ یا میگن دیونس چیزی حالیش نیست؟ این الان چه فکریه تو الان زده به ذهنت؟ بیناموس من دیگه حرفی ندارم برای گفتن. آقا این ویدیو همینجا تمومش میکنم دیگه. اینقدر اسیدی شد این ذهن کوفتین که دیگه نمیخوام ادامه بدم. حتما کل سابسکرایب بزنید. آقا میخوایم 1000 تایی شیم دیگه. تو رو جان جد آباد خود 1000 تایی بزنین. 1000 تایی بزنید. کلید سابسکرایب بزنید که دیگه 1000 تایی شیم انشالله. و زنگوله قدش هم بزنید، لایک بکنید، کامنت بذارید. کامنتاتون رو میخونم و برای کامنتاتون ارزش قائلم. بذارید کامنت. دمتون گرم. فعلا مثل همیشه. سولتر پیس.